سلام دوستان، فستیوال بهاره توی دانشگاه EMU شروع شده. این یکی از شبهایی هستش که کنسرت راک بود. ما حرکت کردیم به سمت دانشگاه. این محوطه دانشگاه. تمام دانشجوهایی که میان اینجا با 50% بورسیه میتونن ادامه تحصیل بدن و همه رشته ها رو داره به زبان انگلیسی و بعضی از رشته ها هم به زبان ترکی هستش. دانشگاه بین‌المللی EMU دقیقاً در مرکز شهر هستش و شما بعضی اوقات برای کوتاه کردن مسیرتون میتونین از دانشگاه رد بشین و تمام دانشجوها با ماشین خودشون میتونن وارد دانشگاه بشن و دم دانشکدهشون پارک کنن و به راحتی برن سر کلاسشون. این صفحه طولانی برای ورود به کنسرت بودش، برای دانشجوها رایگان و برای افراد زیر 18 سال 300 لیر و برای بزرگترها 500 لیر.